هم خسته نباشید دوستان. امروز هم بارندگی. امروز جمعه است، مورخه 27/9/404. ببینید همش بارون. ماشاءالله ماشاءالله به این بارون، ماشاءالله به این بارون. ولی رد و برگ خطرناک، خیلی هم دارم میترسم از رد و برگ. الان برم یه دوری بزنم، امید خدا فیلم بگیرم برگردم. ببینید همه جا آب جمع شده ولی کم. تازه شروع کردن، یعنی بارون به اینا میگن نرم آهسته. میگن رهرو آن است آهسته و پیوسته رود، رهرو آن نیست گهی تند و گهی خسته شود. درسته؟ اینجوری خوبه، نه اون بارونایی که میان یه دقیقه دنیا رو نابود میکنن، بعد با رد و برق خطرناک. نگاه، اینا خوبن، اینا بارندگی ها خوبن، خدا را شکر. ببینید اونور هم یه رودخونه کوچک هست پشت این بند کشاورزی. بارون هم در حال باریدن. ببار ای بارون، ببار بارون که باریدن ثواب دارد. بچرخ ای گله، نه ببخشید، بچرخ ای گله، بچرخ ای گله که چریدن ثواب دارد، که چوپان در عذاب است. یه چیزایی از هند خراسان میگیریم و هم میچسبونیم، یه شعری درست میکنیم، یه شعری از خود در آوردی. نه این نیومده. اگه صدا رو دارین ببینین، عجب صدای خوشی. بارون میریزه روی پلاستیکا، چه صدایی عجب. این نیومده مثل این که این رودخونه کوچیکه اصلا نیومده. نمیدونم چرا. پیش شما هم امروز بارونه؟ دوستانی که امروز جمعه است پیششون بارونه، بارون میاد، تو کامنت ها بگن. آذر ماه 404 جمعه. سلام. برم دیگه، کم کم باید برم. خیس شدم، اومدم نگاه کنم که اینجا این رودخونه اومده یا نه. برم. الان ساعت چنده؟ 8، 7:58. همون 8 باید دیگه برم. اومدم نگاه کردم، این کلن بارونه همه جا. به به.
کاش هر روز همینجوری بود. کاش ای خدایا هر روز باران رحمتت را بر ما نازل بفرما. همگی بگن تو کامنت ها آمین. خب دوستان دیگه من رفتم. یا خدا رد و برق خطرناک میترسم من خیلی. مرسی که از اول ویدیو تا آخر ویدیو با من همراه بودید. ممنون. ایام به کامتون. خدایا رو نگهدار شما.